سلام خدمت دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که سلامت باشید. خشایار هستم با تحلیل بیت کوین خدمتتون رسیدم. میخوایم با هم بیت کوین رو بررسی کنیم، ببینیم که شرایطش به چه شکله و خدمتتون عرض کنم که جای مهمیه بیت کوین و کندل های عجیب غریب خیلی توش میبینیم. یک رنجی هستش که حوصله سربره و اینکه علت داره. ما توی همیشه دسام این شرایط رو داریم و طبیعی هست. ولی یه چیز جالبی امروز توی نمودار بیت دیدم که گفتم باهاتون در جریان بذارم. البته مال بلند مدت، کوتاه مدت نیست. ببینید دوستان، نکته‌ای که وجود داره، من اعتقادم رو که آقا بیت یه سقف دیگه میده. چون اول شک داشتم، اول کف رو میده بعدن سقف میده. الان برای احتمال خیلی زیاد، احتمال بالا، ما اول سقف رو میدیم بعد کف رو میدیم. حالا یا این کفه خب، یا روند بزرگتر این کف هست و بعد اون موقع بعد از اینکه این کف ها رو داد میشه در موردش صحبت کرد که آیا بعد از اینکه این کف رو داد سقف جدید خواهیم داشت، یعنی از اینجا میچرخه به سمت بالا دوباره سقف جدید بده یا خیر. یه تو تایم ماهانه بیایم بیت کوین رو بررسی کنیم، ببینیم که تو شرایط های مشابه چه اتفاقی برای بیت کوین افتاده. ببینید ما سال 2021 اینجا اخبار مثبت هولوش بیت کوین بسیار بسیار زیاد بود. یعنی اینجا همه میگفتن ETF بیت کوین داره میاد، بیت کوین باید پامپ شدید بشه و دقیقاً توی مارچ و اپریل 2021 ما دامپ سنگین بیت کوین رو داشتیم تا ماه جون که ماه جون دوباره قیمت برگشت تا نوامبر، دوباره دسامبر ریزش کرد دیگه. یک سال توی روند نزولی بودیم. حالا قیمت توی تایم دیلی اینجا رو با هم ببینیم، نگاه کنید. اینجا دقیقا همین حالت داره تشکیل میشه، یک واگرایی بسیار بسیار در واقع طولانی که مدت زمان زیادی هم طول کشیده. ببینید از اینجا داشته واگرایی نشون میداده. خب یعنی ما از ژانویه تا اپریل تقریبا 3-4 ماه داشتیم واگرایی رو میدادیم. خب و خب واقعا حوصله سربر بود، ولی خب کاریش هم نمیشده کرد. الان هم دقیقا همینه. ببینید دقیقا همین حالت داره اتفاق میفته و این واگرایی رو داره تشکیل ده. و نکته مهمش چیه؟ ما این کندل در واقع اینو ازش فاکتور بگیریم که اومده در واقع حجم نزولی خورده، اصلا ما این کاری نداریم. ما یک واگرایی حجمی هم داریم، واگرایی مکتی هم داریم. خب این از این مورد. میگم احتمال اینکه ما سقف بالاتر بزنیم خیلی زیاده، مثلا آقا تا 108 110 112 حتی احتمال 114 هم هست. بیاد اینجا رو یه فیک اوت کنه بعدن اصلاحش رو انجام بده. حالا ولی یه نکته هم دوستان حواستون باشه، ما پس اینو دیدیم و اگر بخواد مثل 2021 عمل کنه که دقیقاً در نظر RSI داره به همون نواحی میرسه، یعنی میتونه از RSI ماهانه ما رو اوورباوت. این برای فقط و فقط بیت کوینه. چرا میگم فقط و فقط برای بیت کوینه؟ به خاطر اینکه ما اگه بیایم دامیننس بیت کوین رو چک کنیم چه اتفاقی افتاده. اومده یه خط روند خیلی شیک و ترتمیزش رو بریک کرده، پول بک زده، داره میاد به سمت پایین. دوستان اینجا این گلفه. دامیننس بیت کوین تا محدوده 47-48% میتونه اصلاح کنه. اینجا یه حمایت داشت، اومده حمایتش رو این گلف کرده، اومده اینجا تمام سفارشات اینو
برد این گلف نیستش اصلا میکنه، ولی دیگه اینجا سفارشی نداشته، اومده اینجا تمام سفارشاتشو برداشته و دامیننس بیت کوین میتونه تا محدوده 47% 48% اصلاح داشته باشه و هیچ ایراد و اشکال فنی نداره این داستان. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا جاییه که روند آلت کوین ها با بیت کوین از هم کاملا جدا میشه. یعنی دوباره برمیگردیم به روزایی که مثلا بیت کوین منفیه مثلا 3%، یا آلت کوینی مثبت 40%. حالا اینجا چی مهم میشه؟ اون شناسایی اون آلت کوینی که میخواد این کار رو انجام بده باید دنبال آلت کوین های جا مونده باشه. اینم از این نکته. حالا که ما اومدیم اینجا داریم اینا رو بررسی میکنیم، یه سری هم به نمودار آنچین بزنیم که کامل باشه تحلیلمون، یه تحلیل کامل براتون انجام داده باشیم. خب ببینیم 10,000 بیت کوینی ها چیکار کردن، چه حرکتی انجام دادن. خب 10,000 بیت کوینی ها 2 تا ولت خریده بودن، منصرف شدن. دوستان عزیز انگار خیلی حال نکردن با خریدشون. میبینید دیگه 95 اومد و 97 دوباره برگشته 95. 1000 بیت کوینی ها چیکار کردن؟ 1000 بیت کوینی ها خوب خریدن. 1000 بیت کوینی ها از 2062 اومدن 2100، تقریبا 38 تا ولت خدمتتون عرض کنم 38 39 تا ولت خرید انجام دادن. خب میزان قابل توجه بوده، ولی این جالب بوده که 10,000 بیت کوینی ها خرید کردن و دقیقاً اونا پشیمون شدن و فروختن. به خاطر یکی از علتایی هم که میگم سقف جدید میزنه این فعالیت‌های این ولت هاست که اومده و در واقع اینا حالا فروششون و خریدایی که ولت های 1000 بیت کوینی انجام دادن. اینم از این نکته. و دامیننس تتر هم خدمتتون عرض کنم که دیگه آخراشه دیگه تقریبا. این هم توی تایم روزانه دوباره میتونه برگرده به این خط روند. ببینید اینجا یه خط روند نزولی داشت که بهتون گفتم باید وایسیم کلوز بده بعدن در موردش تصمیم گیری کنیم. این میتونه یه برگشت به این خط روند RSI داشته باشه که قیمتون سقف جدیدش هم بزنه، بعد بیاد این خط روند رو دیگه بریک کنه، چون اومده یه بار پاکسازی سفارشاتش رو اینجا انجام داده به اصطلاح، و بعد بیاد پایین و دیگه خیلی راحت بریک کنه و به سمت بالا حرکت کنه. اگر هم میخواید اینجاها ترید کنید خواهشان لورج پایین حجم پایین. اینجا لورج بالا و حجم بالا نمیپذیرد مارکت، حواستون به این موضوع باشد. یعنی یه ذره جای خطرناک مارکت هستش. حالا یه احتمال دیگه هم که میدم که این هم میتونه جذاب باشه، بذارید و اینا رو پاک کنم. این سطح مهمیه. یکی از سناریوهای خیلی سختی که میتونه ایجاد کنه بیاد این سطح رو اینگاه کنه تا 168 بیاد پایین، بیاد اینجا رو هم پاکسازی کنه، برگرده اینجا و بعدم به سمت بالا بره. این هم سناریوی جذابی اگر اتفاق بیفته، ولی خب خیلی ها لیکوید میشن در این صورت، چون یکم در واقع ما بهش میگیم این گلف همین گلف کف داده، همین گلف سبز، چون این گلف کف داده اول میاد اینجا اف او میکنه و میره برای اف او سطح بالاتر. یکم پیچیده است این فرضیه، ولی میتونه این داستان هم اتفاق بیفته. میگم خیلی باید مراقب باشیم. اینجاهای مارکت ترید کردن یکم سخته، یکم نیاز به دقت داره، نیاز مدیریت سرمایه درست داره، اینجوری بهتر بگم. اینجا درست مدیریت سرمایه انجام بدید سود خوبی میتونید بگیرید، ولی اینطوریه که دو طرف مارکت رو دوست دارن اینجا لیک کنن و در واقع اون سودی که ببینید این نکته به شما بگم، بیت کوین که این هم اومده بالا، این سودا رو صرافی‌ها پرداخت کردن، الان نیاز دارن که صرافی‌ها از ضرر خارج بشن. الان شما صرافی‌ها رو چک کنید، سعی می‌بینید که به شدت تو ضررن
و باید مثلا بیان یه سری نوسان ایجاد کنن که این صرافی هم از ضرر خارج بشن. خیلی مراقب تریدتون باشید. امیدوارم که پرسود و سلامت باشید.